دیگه جایگاه شما خب اون 2.5 سال پیش در رأس بوده و حالم در رأس هست. هر گاهی که شما دیگه کدام قسمت ها همین بخش مطبوعات بر شما خوب است نه قاری صاحب؟ محمد ما آدم مطبوعاتی و مذهبی هستم، فهمیدی؟ خب ذهن سازی در مطبوعات خوب کار میتونم و مسائل های که مربوط چی و شریعت و اسلام ما میشه یک راه برش پیدا کنیم که اظهار نظر بکنیم از دیدگاه شریعت و اسلام. دیگر مسائل های امنیتی و نظامی و این چیزا هم وارد نیستم. نه نظامی کارا شما خلاصه اونا رو برادر خورد تو همینجا هستم بس پیش میبره. بس به خطر است. من از جناب سیخل صاحب میگو شماره را بر ما روان کو. ما در خدمتیم به هر چیزی شما نیازمندیم، به مشوره، به تر راکار، به هر چیز دیگه ما شما کنار هم هستیم. مثلا قلب صاحب تو چی نکنیم که مثلا ما براتون چیز گفتیم خوب، خب یعنی جلب و جذب خودتان است خب چون باز چی نشه برسا نه چی نشه که ما نه در باید نمیگم نه صفی نمیگم فقط اگر یعنی منظور می است که باید نگوید که ما فعالیت غیر مستقیم قسم میکنم که صف جبهه مقاومت هم از تضعیف میکنم رفتارهایش اساس تا کشیده میرم، فهمیدین؟ خب ما میبینیم هر کس که یکمه که لمن میشه زود بر سیگنال میتونم که از خود بکنید. بس بیخد درست ما گپ میدن بعد ما میفهمم میگو کنم اینجا در ترکیه هستم. ترکیه آمده شما افتخار وطن ماست. مقصد من همینجا بینیست یک برادر خورد شما در کنار شما همینجا هست. زنده باشید. با مو جلسه هم خب شما بودیم خدم یک جای جلسه اول و دو. خب بخیر و سلامت باشی. خوشحال زنده شدم. باشید. فدای شما. قربان سلامت سلام باشید. علیکم. شبتان بخیر. سلام علیکم.